این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود امروز به دیگر خاطر صدا می‌داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوخت برای بستن شرطنامه‌های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوخت برگزار می شود به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجاتی است که در این ولایت پرورش می یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سوختی است. عبدالرحیم طاهرов در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش می کند. با این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار می گیرد. خریدار بیاد بسیار سیتروسیومو بیاد نغزن. طلبات بیاد بسیار رسید. با گفته عبدالرحیم بدون شرطنامه انتقال دادن محصولات برای صاحبکاران تاجیکستانی زحمت طلب است و خطرات تجارتی دارد. با شرطنامه بهتر است که ما در اون طرف بعد از اون نمیکشیم. بر پایه آمار رسمی در سال 2017 در سوق نزدیک 80 میلیون دلار محصولات کشاورزی استحصال شده به مبلغ نزدیک 45 میلیون دلار به خارج و بیشتر روسیه و قزاقستان صادر شده است. اظهار نظر شد که این تجارت در زمینه همین انجمن‌های هر ساله صاحبکاران رشد کرده است. رهبریت ولایت سوخت به نتیجه‌های بهتر از پارسال امیدوار است. امیدوارم در این انجمن به انتظاری‌های خود می‌رسیم. در پایان کار آن شرطنامه‌های همکاری بین استحصال کنندگان، انتقال دهندگان و خریداران بسته می‌شوند. دو کشور اصلی برای انتقال میوه و سبزیجات ولایت سوخت برتری دارند، آن هم روسیه و قزاقستان. از روسیه 25 نماینده اشتراک داشتند اما از خریداران با اعتماد محسوب می‌یابند، چون که شرکت‌هایی را نمایندگی می‌کنند که در روسیه و جهان نام دارند. تاجیکستان استحصال کننده بزرگی میوه و سبزیجات است. این را ما می‌دانیم. برای همین با اطمینان میگویم که محصولات تاجیکی در بازار روسیه هست و باید باشد. بار اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعد باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی‌های دهقانی هستند و به قول نماینده پلات سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه‌های مفید آمدند. سمرقند و خوجند برادر شهرند و می‌خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند. در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری‌های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سریع سندهای حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکل‌ها اقدام می‌کند.